و باز بها نکردی، بها نکردی، بها نکردی. این عاشقی سودا زده را نگاه نکردی، نگاه نکردی، نگاه نکردی. این عاشقی سودا زده را نگاه نکردی، نگاه نکردی، نگاه نکردی. یاری منی، جانی منی، ماهی منی، تو یاری منی، جانی منی، ماهی منی. تو با نازو کرش بهاد مرا دیوانه کردی، دیوانه کردی، دیوانه کردی. با نازو کرش بهاد مرا دیوانه کردی، دیوانه کردی، دیوانه کردی. سرگردانی تویم ای جانی شیرین، سرسانو سرگردانی تویم ای جانی شیرین. این قصه عاشق با جهان افسانه کردی، افسانه کردی، افسانه کردی. این قصه عاشق با جهان افسانه کردی، افسانه کردی، افسانه کردی. لیلی بود مجنون مباز خسرو شیرین، ما لیلی بود مجنون مباز خسرو شیرین. این خسروی افگار شده را به خانه کردی، به خانه کردی، به خانه کردی. این خسروی افگار شده را به خانه کردی، به
بخوا نکردی بخوا نکردی دل داده و دل برده و باز بها نکردی اینا شدی سودا زده را نگاه نکردی با نازو کرشمهات مرا دیوانه کردی با نازو کرشمهات مرا دیوانه کردی بهانه کردی افسانه کردی بخانه کردی نگاه نکردی. دوستان عزیز درود عرض میکنیم. برنامه فضا هست، اومدیم که یک برنامه تازه رو منظور شما گردونیم و در برنامه امروزه ما حضور دارند هنرمندی انسمبل سبوی بخش فرهنگی ناحیه شهر نو ابو علی ملکزاد و همچنین یک نفر شاعری شناخته وادی حصار شرایل تبرزاده که حضور شما رو به برنامه فضا خیر مقدم میگیم و واقعا با یک ترانه آرام و جذاب به برنامه امروزه ما حسنی آغاز بخشیدید و اگر درود پیامی به بیننده ما دارید مرحمت دستگاه نوار برداری ما در اختیار شما است. من خیلی شدم که در این درگاهی مقدس شرکت می‌ورزم و با مردم شریف تاجیکستان عرض و سلام خود رو می‌رسانم که همیشه خاندان هر یکشان توی شادی باشد، خرسندی باشد و فضای تاجیکستان همیشه صلح باشد، آرامی باشد، وحدت باشد و یکدیگر فهمی باشد. تشکر زیاد. شما بفرمایید. اولا سلام عرض سپاس میکنم به تمام بینندگان تلویزیون سفینه و مردم تاجیکستان و از آن خرسند هستم که امروز تاجیکستان ما تنج است، آباد است و ما در فضای تنجی آبادی قرار داریم و از شما تشکر میکنم که ما رو به این برنامه زیبای خود دعوت کردید همراه استاد شرایل تبرزاد. تشکر زیاد. سلامت باشید. آن ترانه‌ای که شما خواندید تا جایی که درک کردم در رویه سرودهای هنرمند زنده‌یاد سپانی سعید است و تا جایی که میدونم شما نیز یکی از شاگردان ایشان بودید. شاید خاطره های زیاد از ایشان دارید، شاید با ایشان کارهای زیادی را انجام دادید. به این ترانه مال خودتان بود؟ آهنگ؟ نه، این ترانه شعر از خسروی شمس‌الدین و آهنگ را یک جا کار کردیم. خسروی شمس‌الدین فرزند استاد شمس‌الدین محی‌الدینوف که با ما یک چند مدت ها در همین شعبه فرهنگ نوی شهر نو کار میکردن، ما همکاری زیاد داشتیم. همین ترانه را همراهی برادر عزیز خسروی شمس‌الدین ما ایجاد کردیم. بهانه کردی. متنش مال کی است؟ متنم از خسروی شمس‌الدین است. آفرین. خب واقعا یک ترانه جذاب بود. از شادروان سپانی سعید بگوید چه همکاری داشتید؟ از کی وقت شما با اون کس آشنا شدید و فعالیتتون از کجا شروع شد؟ از سال 2009 واخری ما با سپانی سعید پیوسته شد. وقتی که من سال 2009 دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا نوری ختم کردم. واخری ما با استاد سپانی سعید بسیار عجیب بود. وقتی که من یک ترانه استاد شادروان سپانی سعید را سر دیدم باز آمدم، استاد خبردار شد. من استاد خیلی خوب میشناختم لیکن آن کس ما را نمیشناختن. چگونه قبول کردن؟ وقتی که گفتند که همین سروده یک سراینده ایوادی حصار خوانده است، آهنگی باز آمدم. فرقه سعید که اولین شاگرد استاد سپانی سعید هستند، فرقه سعید میگن که هم بچه را یافته بیارین نزد ما. بعد توسط استاد فرقه سعید من نزد استاد سپانی سعید رفتم. ترسیدم، یک شخصی بسیار با صلابت بودن. من فکر کردم که از شما ایراد میگیرن، جنگ میکنن یا که چرا نادرست خواندی. چرا نادرست خواندی.
وقتی که من باری اول با استاد سلطان سعید همسو باشم یک شخصی مهربان زبان شیرین گفتن همین سروده از من نپرسیده خواندی خوان لیکن بیار من گوش میکنم اگر خوب خواندی اجازت میدی خوب خواندی اجازت میدم اگر همین در سطحی پس خواندی آهنگ مرا نخوان بهترش خب باز آمدم چی ترانه بود میتونه یک دو بیسرش باز آمدم ای نازنین باز آمدم دو دیدم در راهی تو ای دل را باز آمدم دو دیدم در راهی توی ای دل را باز آمدم من خواندم نزدیک استاد بردم سرده گوش کردم قبول بهترین یعنی از امتحان اول گذشتی امتحان اول گذاشتم از این خرسندم که استاد برای من بهای بلند دادن تشکر جد خسته نباشید خب استاد شیرعلی تبرزاده شما یک نفر شاعری معروف در وادی حصار هستید مثلا تا جایی که میدانم تا جایی که آگاهی دارم اکثر هنرمندان این منطقه شعرهای شما را آهنگ بستن خواندن و بیاید از شعر و از ادبیات و از کارهایی که به تازگی انجام دادید حرف زنیم فکر میکنم یک کتابی تازه ایجاد کردید روی چاپ آوردید که الان بالای میز است خب بیاید درباره این کتاب حرف زنیم تشکر حالا که با عبدالعلی جان نسبتی سرایندی ممتاز سرایندی ناتکرار سبحانی سعید سوال دادید من یک چیز را گفتنم حتما ضرور است چون که ما با شادروان سبحانی سعید به نهایت یک همکاری برادرانه زیچ داشتیم که اکثریت سردهای بهترین مرا سبحان همین طرز خواندگی است که همین در مغز استخوان و جانم مخیرم یکی از ترانه های معروفه که شادروان سبحان سعید خوندن ترانه مادر بود خب خسته نباشید بیاید از آن کتاب از مثلا درباره کتاب چراغ آرزو حرف زنیم این آخرین مجموعه شما است که در سال 2021 روی طبع آمد و در این در قالب‌های گوناگون شعری اینجا شما ایجاد کرده و پیشنهاد خواننده خود نموده در اینجا شعرهای فکر میکنم سالهای جوانیتون هست یک مجموعه کرده در اینجا بابی وطن پروری بابی مادر خب بابی عشق بعد باز پند جاوید که زیاده از 72 صحیفه است فقط جوانان را برای راست روایت کردم در زندگی موفق شدنی جوانان همین که راهنمایی کردم بعد دو بیتی و روایات و پاره های الهیده تشکر بتوانید از میان مثلا یک ابیات جالبتون رو پیشنهاد بیننده میکنید یک شعری در وصف وطن دارم در وصف تاجیکستان که این را هم شمس‌الدین محی‌الدین در رشته آهنگ در آوردن و از طریق صدا و سیما خب مرحبا تاجیکستان من به آب و خاک و سنگت زنده ام با جوان و مردان با آر و بننگت زنده ام نقش اجدادان من در تخت سنگان تو است نقش اجدادان من در تخت سنگان تو است با همه آن نقش های تخت سنگت زنده ام دامنی کوه و کمر اندر نوا چون مرغکان با نوای و نغمه کبکی قشنگت زنده ام عاشق آبی زلال چشم سارانی تویم با گیاه و سبزه های رنگ رنگت زنده ام بربدی خونیاگرت را شهرتش عالم گرفت با سرودی شش مقام و تار و چنگت زنده ام گرچه هستی کم زمین ای ملک من ای مادرم با بزرگی ای دل و صحرای تنگت زنده ام کی توان دل کند از تو
ای وطن ای جان من، با جلای آفتابی تازه رنگت زنده‌ام. خسته نباشید. آفرین، تشکر زیاد. خب در ادامه برنامه با شما باز هم صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم که نوبت ساز و سرود است. بازم یک ترانه از جانب ابوعلی ملکزاد پیشنهاد می شود. ترانه نوبتی چه ترانه است؟ ترانه مادر. مادر. خب بفرمایید. مرحمت. هنوز آید به گوشم الله‌های مادرم، مادرم. شعر میخواهم نویسم از برای مادرم، مادرم. شعر میخواهم نویسم از برای مادرم، مادرم. پند پیران را اگر آرم به جای دوستان، پند پیران را اگر آرم به جای دوستان، من به چشم دیدم و لم خاک پای مادرم، مادرم. من به چشم دیدم و لم خاک پای مادرم، مادرم. هرگز نمی کردم سفر، شاعری نامدار گشتم از برای مادرم. به دعای مادرم هرگز نمی کردم سفر، شاعری نامدار گشتم از برای مادرم. اپا و هم عمه و هم خاله و خویش و تبار، اپا و هم عمه و هم خاله و خویش و تبار. من نمی سازم قبول یارم به جای مادرم، مادرم. من نمی سازم قبول یارم به جای مادرم، مادرم. مادرم خیر و سخا میکرد در راهی خدا، من سخاوتمند گشتم از سخای مادرم. مادرم خیر و سخا میکرد در راهی خدا، سخاوتمند گشتم
طمع سخای مادرم مسکینه بودم اگر چی گشتم روی جهان مسکینه بودم اگر چی گشتم روی جهان می سزد جان را فدا سازم برای مادرم می سزد جان را فدا سازم برای مادرم می سزد جان را فدا سازم برای مادرم تشکر، مرحمت فرمایید. برنامه فضا از دوستان عزیز و یادآور می‌شویم که در برنامه امروزه ما حضور دارند شاعری خوشکلام، شاعری که در وادی حصار و در تاجیکستان معرفتی خاصه دارند، شرالی تبرزاده و همچنین هنرمند انسمبل سبایی بخش فرهنگ ناحیه شهر نو ابوعلی ملکزاد. بار دیگر حضورشان خیر مقدم میگیم. ترانه‌ای که حالا پیشنهاد شد فکر میکنم آهنگ شادروان سپاه سعید بود. بله. خب واقعا ترانه زیبا بود و بیا درباره انسمبل سبا حرف زنیم. شما تقریبا از سال 2006 بله. در این انسمبل فعالیت میکنید. چگونه انسمبل است اصلا؟ فعالیتش چگونه روان شده است؟ انسمبل سبا سال 2020 تأسیس یافت. خب یک انسمبل استرادی شد. در اول ما از همه خانه‌های فرهنگ هنرمندای جمع میکردیم، دعوت میکردیم و مشغولیت میکردیم. امروز از سال 2020 همین انسمبل تأسیس یافت که در اونجا 6 تا نوازنده و 4 تا سراینده فعالیت میکنند و غیر این و هنرمندایی که در داخل شعبه فرهنگ سراینده هستند دعوت میکنند برای چاره‌بینایی که در ناحیه میگذرد مشغولیت میگذارند و در اون برنامه‌های کنسرتی اشتراک میکنند. خب مشغولیت میگذارند. شما دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت رو فکر میکنم در بخش شش مقام فعالیت تحصیل کردید. بله. ولی فعالیت این بعده شما بیشتر در سمت استراد در سمت صورت‌های خلقی است. چرا این گونه؟ چون که خودی من شاید که شوق داشتید بس شوق و ذوق بود. من میخواستم که سراینده شوم. برای همین توسط استاد دلشاد گلوف امروز آوازخوان انسمبل دولتی شش مقامی نزد کمیته تلویزیون هستم. توسط استاد دلشاد گلوف من سال 1995 داخل شدم در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان فاکولته موسیقی تاجیک شعبه حافظان عنعنوی مقام سرا. خیلی 5 سال خوندم لیکن من بعد که دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان رو ختم کردم من دیگر در همینجا من گپ میزنم که من شاید ای عهده 6 مقام سرایی نبرآمدم. تشکر زیاد خسته نباشید. خب باز هم نگون ترانه هست که پیشنهاد بیننده ما میشه. چی ارمغانی آوردید باز؟ کاش شامی محتابی بری ما نمی کاش با فریب عشقت دلی ما نمی شکستی. خب مرحمت بفرمایید. از مغفرت یوسفی. شامی محتابی بری ما نمی نشستی کاش با فریب عشقت دلی ما نمی شکستی. کاش شامی محتابی بری ما نمی نشستی کاش با فریب عشقت دلی ما نمی شکستی. کاش با فریب عشقت دلی ما نمی شکستی. داری فتنه
ها کشادی تو بروی مادر قام دری فتنه ها کشادی تو بروی مادر قام دری مهر و همدلی را و جهانی ما ببست دری مهر و همدلی را و جهانی ما ببست کنم چی چاره سازم دلی زار مایلی تو چی کنم چی چاره سازم دلی زار مایلی تو با همه ستمگری ها یاری دلخواهی من هستی تو عزیزی و ستمگر وفا و خود پرستی یاری دلخواهی من هستی یاری دلخواهی من هستی یاری دلخواهی من هستی یاری دلخواهی من هستی. تشکر، مرحمت، بفرمایید. برنامه فضا را دوستان عزیز ادامه میدیم و یادآور میشم که در برنامه امروزه ما حضور دارند ابوعلی ملکزاد و همچنین شاعر شناخته شیرعلی تبرزاده. استاد، به اندیشه شما محیط تا چه اندازه به یک نفر ایجادکار تاثیر میرساند؟ شما که در یک دهه زندگی میکنید که اطرافش کوهستان است و اونجا مردم بیشتر به باغداری مشغول هستند، خب همین طبیعت زیبا تا چه اندازه مثلا به کار ایجادی شما تاثیر میرساند؟ مرغ الهام به نهایت یک چیزی زیبا است، یک درد زیبا است. این درد است لیکن درد زیبا است و نوابسته از اون که وای به غم میبیاد، به شادی میبیاد، به ناکامی میبیاد، به خرسندی میبیاد، این درد است. یک آرامش عجیب میبخشد. وقتی که شاعر همین درد در وجودش پیدا شد و روی کاغذ نبیارد، روی دفتر نبیارد، وای شاعر روزهای دراز اذیت میکشد. همه عضو تنش همین رنگی با یک شرب یک ضرب خوردگی برید. لیکن وقتی که وای روی کاغذ رو میبیند، شاعر خودش رو به نهایت سبک، آرام و آسوده احساس میکند. اگر اجازه دید از شعرهای تازه ایجادم که حالا روی چاپ رو ندیده است، ممکن این رو بسیار کسا حتی نشنیده است، همین رو به سمع شنوندگان بینندگان عزیز خب مرحمت. قسم به نوشتجات سنگانت، قسم به نوشتجات سنگانت، قسم به روح پاکی بزرگانت، قسم به لاله های دامانت، قسم به دیده های مرزبانت، نتابمش سرم ز فرمانت. وطن 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 وطن، قسم به آب و نان لبی خوانت، قسم به مادران پردانت، قسم به مردی های مردانت، قسم به پرچمی پرافشانت، نتابمش سرم ز فرمانت. وطن 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 وطن، قسم به شه کتاب دیوانت، قسم به شه کتاب دیوانت، قسم به نام مسافر غریبانت، قسم به خون ریخته ای شهیدانت، به خصم ندهم گردی دامانت، نتابمش سرم ز فرمانت. وطن وطن وطن. تشکر زیاد. ادامه دارد؟ خب برنامه این را یادآور شدیم در کار است که وقتی که مجموعه شعری استاد ابو عبدالله رهنما به دستم افتاد و از عبدالله رهنما الهام گرفتم و همین شعر را ایجاد کردم. ذره داری اگر آر، ذره داری اگر آر، وطن را مفروش.
ذره داری اگر آر وطن را مفروش، روحی بیگذشته مددگار وطن را مفروش. مادرت را تو میازار وطن را مفروش، وا کن دیده ای بیدار وطن را مفروش. نزد خصمت مشو پرگار وطن را مفروش. تنصیحت یا که تو بیمار وطن را مفروش. تو به هر فتنه اغیار وطن را مفروش. شوگدایی سری بازار وطن را مفروش. اهل میهن به تو غمخوار وطن را مفروش. گر به شهرت توی پولدار وطن را مفروش. به زر و خرمن و خروار وطن را مفروش. افتی در نفرت بسیار وطن را مفروش. احسن، خسته نباشید. تشکر زیاد. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگم به برنامه امروزه فضا و ما رو وقت آهسته آهسته به فرجام امروزه برنامه نیز آورد. از حضور شما در برنامه خیلی خوشحال هستم و از شعرهایی که امروز برای بیننده ما شما مطالعه خواندید از آنها نیز لذت بردیم و به شما نیز تشکر زیاد که امروز به برنامه ما اومدید و فکر میکنم با یک ترانه دیگر به برنامه امروزه فضا حسنی انجام میبخشیم. ترانه نوبتی چی نام دارد؟ تاجیکستان. شعر از لایق شیرالی، آهنگ خودی بنده. خب بهترین. خب دوستان عزیز، اینک به فرجام برنامه امروزه فضا رسیدیم. یک روزگاری خوش، بی‌غم و دنیای پر از عشق را برای شما تمنا دارم. تا دیدار دیگر. چشمه شعر و سرود، کلاهایت صدی پیغام و درود. چشمه شعر و سرود، کلاهایت صدی پیغام و درود. خاکی پاک ساعتی بود و نبود. تاجیکستان کشوری من، مادری جان پروری من. تاجیکستان کشوری من، مادری جان پروری من. آید از هر سنگ گل بانگی رو بان، بر سری هر کو خندد آفتان. آید از هر سنگ گل بانگی رو بان، بر سری هر کو خندد آفتان. میرسد از هر گلت بوی شبا. تاجیکستان کشوری من، مادری جان پروری من. تاجیکستان کشوری من، مادری جان پروری من. بشنوم از هر درت شعری دری، از جهان آرایی و آدم گری. بشنوم از هر درت شعری دری، از جهان آرایی و آدم گری. از تمامی خونه ها با
تاجیکستان کشوری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من مادری جان پروری من تاجیکستان کشوری من